ازمون پرسیده بودید چادر 8 ضلعی با این ابعاد بزرگ رو چطوری باز و بست میکنید. بیایید تا بهتون نشون بدیم. برای باز کردن چادر اول فنرهای چادر رو از حالت پیچ خوردگیشون آزاد میکنیم. بعد کافیه دیوارهای چادر که به داخل تا خورده رو تک تک باز کنید. برای این کار با یک دست چادر رو نگه می‌داریم و با دست دیگه لبه دیواره‌ای که داخل هست رو بیرون می‌کشیم. بعدش فقط کافیه گوشه‌های چادر رو مرتب کنید. و تمام. اینم چادر 8 ضلعی سایانا. برای بستن چادر 8 ضلعی اول باید لبه هر دیواره از چادر رو به داخل تا کنیم. برای این کار با یک دست چادر رو نگه می‌داریم و با دست دیگمون لبه چادر رو به داخل هل میدیم تا مثل کتاب 2 دیواره بسته بشن. وقتی به این حالت رسیدیم خیلی مهمه که قسمت سقف چادر رو بیرون بکشیم تا به اون قسمت صدمه‌ای نرسه. بعد دوباره چادر رو تا می‌کنیم تا فقط به یک دیواره برسیم. حالا قسمت کف چادر رو هم بیرون میکشیم. بعد چادر رو خلاف عقربه‌های ساعت پیچ میدیم و تمام. کافیه فقط قسمت کف چادر رو مرتب کنید و داخل کیفش قرار بدیم.